همه هاتداگ رو میشناسیم، همون سوسیس داخل نون، اما چرا اسمش شد سگ داغ؟ اصل ماجرا از آلمان شروع شد. اونجا یه سوسیس باریک درست میکردن به اسم داکس هاند ساسج، یعنی سوسیس سگ شکاری، همون سگای پاکوتا معروف. وقتی مهاجرای آلمانی این سوسیس رو به آمریکا بردن، خیلی زود محبوب شد. سال 1901 بود توی نیویورک یک فروشنده سوسیسا رو گذاشت لای نون. همون موقع یه خبرنگار یا کاریکاتوریست می‌خواست دربارش مطلب بنویسه. چون نمیتونست داکس هاند رو درست هجی کنه، سادهش کرد و نوشت هاتداگ، یعنی سگ داغ. همین باعث شد شایعه بشه که توی این سوسیس‌ها گوشت سگ میریزن. اما این فقط یک سوء تفاهم بود و هیچ سندی از استفاده گوشت سگ وجود نداره. جالبه بدونید بعد از تکذیب این شایعه، فروش هاتداگ توی آمریکا به روزی 20 میلیارد دلار رسید. پس دفعه بعدی که هاتداگ می‌خوری یادت باشه این اسم عجیب از یک اشتباه کوچیک شروع شد، اما امروز تبدیل شده به یکی از معروف‌ترین غذاهای دنیا.